السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان محترم، کسانی که از ما عسل خریداری میکنین یا اینکه میخواین خریداری کنین، عسل نو اومد. اینجا چند نمود عسل است: عسل رزنتراوی، سویتوچنی، گریچیشنی، عسل لیسنوی، عسل لیپوی، عسل اکاتسوی. چند نمود عسل ها هستن انشاءالله. این عسل رزنتراوی نام داره، یعنی از چند نمود گل ها، یعنی زنبور در یک جای آزاد یعنی گذاشته می شود و زنبور از همه نمود همون گل هایی که در اونجا هست جمع میکنه. عسلی همین سال است، همین تابستان است، انشاءالله بهترین است برای کسی که برای تجارت میگیرد، یعنی که دانه میگیرد برای خودش میگیرد، پر ندارد. انشاءالله برای همه شهرهای روسیه روی میکنیم، برای تاجیکستان باشد روان میکنیم. انشاءالله دستافکه هست، زنگ بزنین انشاءالله تعالی معامله میکنیم. خب نگفته نماند که انشاءالله تحفه گذاشتگی بودیم $5000 برای کسانی که خریداری میکنن از 15 کیلو بالا. از 15 کیلو بالا خریداری میکنن، تحفه موندگی انشاءالله زنگ بزنیم. یعنی این عسلی رزنتراوی نام داره، بسیار عسلی خوبه، برای خنوکی بسیار استفاده میبرن. این عسل انشاءالله زلال نداره، اگر با مقدار معین استفاده کرده شود انشاءالله هیچ ضرری نداره. از 15 کیلو بالا اگر خریداری کنین انشاءالله تعالی رقمای تلفنتون نوشته می شود. یعنی 15 کیلو 30 کیلو بخرین 2 بار نوشته می شود، 45 کیلو بخرین 3 بار نوشته می شود. کسانی که اپت میخرن همچون انشاءالله با رقمای تلفن زنگ بزنین، با شما دیگر نرخ گپ میزنیم، سودا میکنیم. کسی که میخواد که تیار بخره، یعنی در قطیچه ها گرفتگی تیار باشه، اونم انشاءالله همون خی روان میکنیم، اونم روان میکنیم. من این انشاءالله عسلات طرف مسکو میروند، این برادر برای سودا میگیره، هم رقم تلفنش هم مینویسیم، هم برای سودا میگیره. اینجا چند نمود عسل میگیره برادر، چند نمود عسل گرفته است برای سودا. این قطیچه ها نیم کیلویی دارن، اگر بخواین 1 کیلوگی میکنیم، بخواین نیم کیلوگی میکنیم، یعنی بخواین که تیار برای سودا باشه خیلی تیار میکنیم، روان میکنیم که شما قبول کنین و سودا کنین انشاءالله تعالی. همچنان هم سودا میکنین، هم سودا رو یاد میگیرین، هم رقم تلفن تون هم مینویسین، یعنی هم ای سودا تون فایده میکنین و هم شاید نام تون برویه، یکون مثال شاید یکون تحفه شین. $5000 تحفه موندگیم. همین خیلی مصلحت کردیم که همین $5000 $1000 تحفه مونیم، یعنی $5000 برای 5 آدم، برای 5 کس تحفه موندیم که انشاءالله 5 کسی که نامشون اگر برای صاحب تحفه میشوند. رقمای تلفن بنویسین انشاءالله تعالی، با تاجیکستان باشه، با روسیه، با کدوم شهرش که باشه انشاءالله فقط شما نام و فامیلیتون رو مینویسین، آدرس ما روان میکنیم، روان کردن از ما میشود انشاءالله. باقی در امان الله باشین، سربلند باشین، کامیاب باشین. الله متعال یک ما و شما را نگهدار باشه، برکت در کار و بارمان عطا کنه، برکت در زندگیمان عطا کنه. الله متعال از بلاهای زمین و آسمانی همه ما و شما را نگهبان باشه. الله متعال ایمان رفیق ما میگردانه. الله متعال عاقبت همه ما و شما را بخیر گردانه و الله متعال ما را از جمله کامیابان گردانه.